این آقا آخرای شب توی جاده خلوت توی تایلند رانندگی میکرد که ترمز میکنه. โอ้พี่จะไปไหนเฮ้ย یه راهب پیر درست وسط جاده وایستاده بود با صورتی رنگ پریده و رفتاری عجیب. تو نگاه اول میبینیم که اون راهب هیچ کاری نمیکنه و فقط به راننده نگاه میکنه که یهو شروع به جیغ کشیدن میکنه و سمت اون راننده حمله میکنه و اون راننده هم وحشت زده با سرعت از اونجا دور میشه.